سلام بینندگان همیشگی تلویزیون سفینه. این برنامه نقش با قهرمانی یک نفر بانوی قوی اراده، زیبا، پاک‌طینت و هنرپیشه کسبی نیسو محمد جانو منظور شما می‌گردد. ما این نوبت چهره کشایی می‌کنیم این صنعتکار حرفه‌ای را از فیلم سفر هوایی که در سینمای تاجیک موقع خود را پیدا کرده است و تماشابینانش نیز زیادند. خوش آمدید به برنامه امروزه. بگذار روزگارتان پر از خوشی‌ها باشد. تشکر. سلامت باشید. در فیلم بیشتر محیط دهات به نوار گرفته شده است و شما همچون یک مادر و بیبی دهاتی نقش خیلی عالی آفریده اید. در اول کمی بابت فیلم سخن گویید و پس آن صحبت می‌آوریم اطراف نقش شما در فیلم سفر هوایی. نقش من در فیلم سفر هوایی و اصلا در عالم سینما این یکمین نقشم بود. دلیل رحمتوف نمیدونم با چی مقصد همین من انتخاب کرد. برای من مثلا سینما همون وقت پیش از این در ایام جوانی هم مثلا یک عالم دیگر بود. من اصلا تصور نداشتم که یک روز می شود و من در سینما اشتراک میکنم. برای همین وقتی که دلیر نزدم آمد و گفت که همین خیلی شما چی فکر دارید؟ شما قشتان اسمه میکشید می؟ من گفتم بله توبستان همیشه اسمه میکشم. گفت من یک فیلم میگیرم همونجا نقش خاله هست. گفتم من در نزد کامیرا خیلی تلویزیون در جوانی اینقدر بسیار نمایش ها بود این خیلی در فیلم من نبودم. تو گفتم باوری داری از من که من از اودش برآمده میتوانم من میتوانم گریخته روم. بعد گفت خیلی بیایید گفت بینیم چی میشه. قصه خیلی لباس انتخاب کردیم کار سر شد. اول ما قهرمان اساسی را انتخاب کردیم اسد. بعد پیش از همین فیلم من اپای نیسو رو در یک چیزی و حجتی سیومکا کرده بودم به نوار گرفتم و شناس شدیم. بعد همین اسد که انتخاب کردم گفتم آن همین اپای نیسو هم مانندی دارد هم مثلا بسیار آدم با استعداد است چه زنی خوب است. میدونید همین وقتی که با اپای نیسو شناس شدیم من حیران شدم گفتم برای چی اپای نیسو در سینما نیست مثلا من ندیده بودم. باید گویم که گروه کاری عالی بود. سرکرده از خودی کارگردان، نواربردار، شهرت، رسام، دلیر محتاجیف. در وقت کاری همه وقت دلیر یک دلیر دو میگفتند. همه کسی که هنرمندو در این فیلم اشتراک داشتن همشون مثلا من یک ناراحتی احساس نکردم. همیشه کار در وقتش آغاز میشد در وقتش خاتمه میافت. همگی در مهلتی که ما کار میکردیم یک مرتبه مثلا تا نیم شب بود. بسیارتر کارمان روزانه بود. در حقیقت هم اونه که شما گفتید که در طبیعت زیباترین در زمچرود در یک حولی ما با نوار میگرفتیم بهترین جای طبیعت تاجیکستان است زمچرود. بعد پایینتر باز در یک خانه میگرفتیم اونجا باز هم خیلی بلندی بود خانه. صاحبای خانه هم بودن همه وقت همونجا. راستی که تو حتی احساس نکردم که کی تمام شد. صحنه شما از گسیل نبیره‌تان آغاز می شود. اصلا سفری که در این فیلم نقش بازیده است یک نفر است. بله یک نفر است. سفر؟ این بروتوت کو؟ تندری چیروغک سوزونده. چه همتون باور کردین؟ نغمه بازی داره. نه بیچاره بچه‌می خاله جان آیا شور نمیشوه کو؟ خاله جان Où suis-je? Mais qui êtes-vous? Hein? این وسواسی شدن یاد دارین؟ سال گذشته شویره سیوه زده بود یا تو خود خشتما شنی میشنسا روی حدش در گو ها نه رفته رئیس آوردن دکار به راه برای یگان کار نمیکنیم شور شده
شورشیده. Bonjour. این باید چیکار کردی؟ هنگامی که سفر با دیگر زبان حرف میزند شما در حیرت میمونید و حتی باری نمیگویید که او نبیره شما نیست. اینطور نه؟ بله وقتی که وی یکم بار خانه می بیاید و روز یکمی نوارگیری بود من اینقدر هیجان زده بودم که این چه خیلی میشه چه خیلی من متنم میگویم میتوانم نمیتوانم وقتی که وی به عکسی من نگاه میکند من از یک طرفش آمده میگویم که حالی هم یادت نآمد اسد خیره چشمم کیس کردم که شهرت میخندد نوار بردو بعد من طرفش نگاه کردم من چی گفتم؟ من به جای سفر نام خودی همون بچه گرفتم قهرمان گرفتم نام اصلیش رو گرفته؟ نام اصلیش رو بله این خیلی چیزا می شود نقشه که شما به دوش داشتید تا کجا پسندتون اومد؟ میدونید طبیعتا من کمی مانندم من خودم خیلی انسانی با تمکینم زود باورم سادگی همون زن فکر میکند که در حقیقت هم این همون جیانش است آخر با وجود اون که زبان گم کرده است و زبان توجیکیه نمیدوند این یک چیزی هست که میگه شاید این همین یک روزی که نبود دیگرگونه شده است تماما دیگر شده است و تقدیرش تن میتید خب میگوید که در یک صحنه‌ای که در جلسه مکتبی میگذرد میگوید که حتی میگوید زبانش به یادش نمیبیاید باور کرد که در حقیقت هم این لیکن در زندگی مانندی به حد بسیار است تماما آدمای ناشناس به حد به همدیگر مانند به نظر میرسد این یک چیزی مثلا بافته نیست یک چیزی طبیعی است یک چیزی طبیعی است سفر باز چیکار کردی؟ آخر من چند مرتبه به تو نصیحت کردم خون دانش آموز درس گریزی نکن تو چیکار کردی؟ همش از بیادابی سر بشود باز چیکار کردی؟ این کارت دیگر بالاست سهر این چراغک زدگی لحظش رو کن کرده است نمیسیگه بزنه چه بگو؟ انیق نمیسی بگه ما رو دیگر نمیشناسم سیتاره دخترم کنی ترجمه کن Safar, was ist denn los mit dir? Excusez-moi, mademoiselle. Je ne comprends pas l'allemand. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Où suis-je? Dadajon, oxrin fransuziga mezanet. چه؟ فرانسوزی؟ یک ایده پیدا شد که دو آدم با یکدیگر خیلی مانند یکش از فرانسه دیگرش از تاجیکستان روبرو میشوند باور کنید برای قهرمان اساسی یک مشکل رو باور کنید که انا ببینید قهرمان ما باید فرانسوی گپ میزد هم تاجیکی هم با فرانسوز مانند شود هم با تاجیک بعد میدونید بعد من فکر کردم که خیلی بگذار اگر از تاجیکستان یا بیم اون اکتور و تاجیک بازی کرد میتواند دیگه فرانسوز میتونه نمیتونه پرودوسر اکمال حسن هم همراه شیشتیم گفتم اکمال بخیر میگه من در مورد فکر کردم بعد اون رو انتخاب کردیم بعد فکر میکنم که ارزشش خیلی خوب برآمد هنگامی که جورهای سفر به خانه شما میآیند و صحبت میکنند شما به نهایت ناراحت میشوید و این لحظه ها رو با یک احساس به سفر نقل میکنید همینطور نه میگوید خب عصبی میشود که هجوم میکنن تو این خیل بودی تو اون خیل بودی گفته و این خلام میرنجد و میگوید که کینو تمام شد رویتون از اینجا اذیت نکنیتون این بچه بله خودی همین اسد خیلی آدم با استعداد است و استعداد دارد و مثلا استعداد نداشت و انتخابش نمیکردیم ما هم کوشش میکردیم هم دیالوگ هم لباس در اونجا یک چند حادثه های عجیب شده بود در پروسس فیلم خود همین فیلم نوارگیری کمدی خیلی پروسس عجیب است پس پرده رو ببینید او باور ای خنده را چی میشه
سفر جون با یادت آمد؟ Qu'est-ce que vous dites? خدا حالی هم با خود نامدی؟ Pardon, madame? شین گذر شین میگم Excusez-moi? شین میگم بیا سفر جانی فهمیدم که تو زیق شدی خواستی مردم حیرون کنی خندت ازم همه باور کرد نقص کردی که برو توتم تراشیدی من که ها گفته بودم که به تو نمیزیبد لیکن انا این لباسوی از کجا گرفتی؟ نه ترس راستش گو باز دزدیدگی نباشی Madame, je comprends que vous voulez me demander quelque chose. Mais moi, je ne comprends rien. Je ne sais même pas quelle langue vous parlez. Il me semble que je deviens fou. J'ai mal à la tête. Je ne comprends rien. سرت در کرده حاضر من رفته دارو می بیارم در فیلم سفر با کدام زبان حرف میزند و ابراز شما چگونه قبول کرده می شود؟ سفر فرانسوی حرف میزند برای وی هم یک کمی مشکل بود مثلا در وقت نوارگیری زیاد مثلا خطا میکرد از سر اینا به نوار میگرفتیم لیکن در مجموع از عهده‌اش خیلی خوب برآمد در مجموع مثلا من به وی یک بار گفتم که تو صحنه ای که موی سفید قطعی و یا پیش آب دستروی میشوید و وی زود گپی هم کورسم هم سبقتون وی قطعی من گفتم که تو کوشش کن براتر گپ زن چون توی از سر نو صداتا می نویسن تو فراموش نکن که اون نفری که نقشی توی زنده میکند برای وی مشکلات ایجاد نکن همگی در همین قدری که کار کردیم ما مثلا یگانه چیزی که من برای وی توصیه دادم گفتم کوشش کن چون من خودم که از نمیدونم سال 68 با این کار سر و کار دارم با دوبلش کردن فیلم ها مثلا آواز میده در فیلم های روسی چی ازبکی و چی ترکی من این درد رو میفهمم هنگام انتخاب لباس نیست شما به او کمک میرسانید ولی نمیگویید که او فرزند شما نیست اینطور نیست؟ بله انتخاب نمیدونم ولی خودش هم بلند به حد جسش کلان است با این خلای مجبور می شود که از خودش دیده با لباس های بزرگتر برای وی انتخاب کند دو حسلت رو دوست می‌دارم زنده دلی و خاکساری رو انا ببین چقدر این زنی خوب است و خاکسار است من در وقت نوارگیری باور کنید بعضی وقت فراموشم نمی‌کنم یک حسیات دارم که بگم نیسو خیلی دختر سر کردیم از من کلانتر است که نیسو زنی پر انرژی است هم زنده دل است هم مثلا یگون شکایت از طرف اپای نیسو من نشنیدم هنگامی که شما سفر و مهمانداری میکنید به نهایت یک طبق آش اشتهاور را به خون میگذارید اصلا خودتون آش را پخته بودید؟ نه آش من نپختم آش اونجا همون روزی که ما به نوار میگرفتیم یک معرکه کلان بود توی بود آش از همونجا برای ما فرستاده بودن من گمان کردم که شما آماده کردید نه انا
آش تیار شد. Merci beaucoup. گیر بچم. خور. Pouvez-vous me donner une fourchette, s'il vous plaît? چای. Oui. حاضر می بیارم. Merci. گیر خور. خور. انا اخی. چی؟ نبخره. السلام علیکم. Bonjour. آشکاری را فراموش کرده. چی گفته؟ آزیاش بتون. نگاه کنو. یاد بگیر. در این فیلم رحماندوست قربانیان به حیث کی با شما نقش می آفرد؟ از بس که این خاله هم به شوهر است و ویم بیزن است و یک نیت دارد که گاه گاه لقمه می پرتاید و مثلا جواب من با سخن نی و با نگاه مثلا بس است دیگر اینقدر دنبال من گشتن. این رحماندوست ما یک جای خوندگی عبیدالله گلندوم سفرعلی و ما هممون در یک کورس میخوندیم استودیوی اکتوری نزدیک تئاتر. برای همین من حیران شدم وقتی که وی رسام دعوت کرد که لباس انتخاب کنین. من اونجا دیدم وی چند وقت دیدگی نبودم. یعنی باری اول یک جا هنرنمایی کرده؟ بله. لحظه که شما به نزد فالبین می روید این صحنه چند دوبل گرفته شد و کمی اطراف پس پردگی همین لحظه فیلم نقل کنید. خطا نکنم دو دوبل قطعی گرفتیم. زیاد نه. چونکه این یک صحنه که متحد همه 4 نفر بودیم همگی. از روی سیناری وی تماما دیگر چیز بود. ولی که علاوالدین با چیزی خودش گفت نه اینه گفت این خیلی میسوزیم. زیادم خندیدیم. معدتون مریض است. شما باشد باد دارید. یک روز بیم بادتان من خودم میبرارم. ما برای سفر آمدیم. سفر تندری چیروغک زد. بعدی همو یگان کس نمیشناختگی شد. انا زبانی مادریشم گم کرده. با زبانی خارجی گپ میزند. حاضر سفر در پیش ما نیست. رفتارش هم رنگی سفر نیست. خوراخریش هم دیگر شده است.
حتی دیگر خیلی خواب می رود. ها نفس کشیشم دیگر ای معلوم جین یارش شده است جین. جین؟ خب دیگر علاج نداریم. من آمد اینجا خواب کنید حاضر جیناش را دفن میکنیم. سفر جون خوب رو. Madame, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? روزکش خب رو حاضر جین کپود. Okay, I'm sorry. برا گفتم برا. برا گفتم برا. ای جین برا. یک تا دیگهش مونده است دوباره. برا گفتم برا. برا. علاودین چنون صمیمی همه این قبول میکرد و همون از روی عکسی ماشینی سرخ دیده تماما دیوانه میشد. اون قط مرغشو هیکک زنی های منو صحنه خوب بسیار صحنه خوب. نقش های ساخته دیده نمیشد در هنرنمای مرحوم علاودین عبداللهیف. بله قریب که همه طبیعی است اونجا. شادروان علاودین عبداللهیف رو گفتم که این شما فولبین زده چه دادم گفتم خیلی دو زن میبید بعد که پروفسیونال پروفی بود گفتم بیا سر کردیم و بعد مقصد رو فهموندم. صحنه عجیب بود که باور کنید همین خیلی یک دو بیشتر میکنیم خودمون رو میقدیم که نخندیم و بعد هم تمام میکردیم هم خیلی میخندیدیم که بود عجیب یک وقتی به نهایت خوب بود. هر لحظه فیلم به نهایت هزل‌آمیز و شوق‌آور است و برای شما حتی لباس‌های خود سفر نیز جالبی دقت است. همین طور نه؟ بله. جنسوی کلون و کرتای زردش. بله. درباره هنرپیشه‌های این فیلم نقل کنید و بگویید که زحمت کارگردان چقدر صرف گشته است. من یگون بار راسیگا از طرف دلیر صدای بلند نشنیدم که با یگون کس بحث کرده باشد یا اینکه یگون سخنی سخت گفته باشد. فکر میکنم که هنرمندایی که در این فیلم بودند همشون در جای خودشون بودند. ابرازها دیگرگونه اند. از همدیگر خیلی فرق کرده میایستند. سفر کو؟ رئیس مکتب برد. ژورنالیست‌ها اومدن. دیر کردم. من گپ داشتم. همسایه یک گپ کن. در گازت خوندم که از دیگر سیاره ها این اومده آدمای ما رو دزدی کرده میبرده است. وقتی برگشتنشون همه چی را فراموش میکردیم. این همی سفر ما را هم با گمانایی علش کردگی. وای با کی؟ با گمانایی دی خلاص اوبره. همی هیچ چی را نمیدونیده. درباره صحنه سفر که میون دیگر قوم و ملت‌ها به نوار گرفته می شود برای بینندگان کمی روشنی میانداختید. وای چه خیلی عقلش میرسد که فرانسیا از انگلیا فرق کرده نتوانسته. اون دختره که بینید چه خیلی هوشیار است. هوشیار است که میگوید که آخه نه این فرانسیا نه. بله. تو خطا کردی. این خوب است بسیار خنده‌آور است و همون انتخاب کردنی همون هنرمندایی که در اونجا به نوار گرفته شده بودند خیلی خوب انتخاب کردند. خیلی خوب. اما شوهرش هم که میبید حیران میشدی زمان از کجا این مرد پیدا کردند. و نیکی دوستی مثلا ملت های اینجا این اکواس یافته است که وقتی که سفر میرود با دیگر دولت ها سفر میکند اون ببینید
چقدر یک دسترخوان مثلا غذا میتیم بایبا. اینم یک چیزی هست که شاید نه کس به نظر گیرد در وقتی تماشا یکم بار مثلا تماشا کردن. این یک کینوشناس میتواند اینو به نظر گیرد. اصلا فیلم سفر هوایی به شما چی داده توانست و فیلم با چی انجام یافت؟ اون نفرایی که مثلا دیدند خیلی تعریف میکنند، خیلی مثلا تبریک کردند. من مثلا عادی قبول میکنم این چیزا. این کاری من بود، اون چیزی که به من سپرده شده بود. اگر از عهده‌اش من 50% که من اگر برآمده باشم، من منتظرم از دلیر که وی باور کرد به من. برای اینکه بعد از فیلم مثلا سفر هوایی از بین قریب 3 سال گذشت، شاید همین قدر سال گذشت، بعد از وی در بدلی 1 سال قریب یا 1.5 سال 4 فیلم دیگر. این راهنمایی بود برای من دلیل را همیشه میگویم. اما شبی که هم در خاتمه یابی فستیوال بود اومد نزدم تبریک کرد، من گفتم به تو تشکر، تو من گفتم روی آب برآوردی. Внимание! Продолжается регистрация на рейс 510 Душанбе, Париж. ای سحری یک دهنگت نگفتند. زیقند. چی قرصندی؟ لودند جمع که آدم چی میگن؟ ژن جان درهای خانه ما 1 عمر برای تو گشاده است. راهی سفید. تیزتر برگرد بچه. خای گودبای auf Wiedersehen. خالتو بره. Ой! Напазаран! Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту самолета Boeing 757-200, выполняющего рейс 4624, время в полете 1 час 20 минут. Кыргызстан командировка едете? К невесте. Это хорошо, конечно. مسافر محترم شما چی می نوشید؟ چای و قهوه؟ Bonne chance, mon ami. اصلا تمام گوشه‌های تاجیکستان خیلی زیبا هستند و مثلا اینا ببینید در فیلم سفر هوایی ما هم خطه نشون دادیم، هم افغانستان رو نشون دادیم، همش در داخل تاجیکستان بود. هم مثلا اینا ببینید و مخصوص همین دهه قهرمانی ما زیمشروت انتخاب کردیم، بخاطر که با زیمشروت من چه خاطره های چیز از کودکی دارم که کودکی ما در اونجا گذشتگی بود. خود همین مردم همین دهه خیلی انسان آدم خوب هستن، هم مکتب هم بود در اونجا، هم یادم هیکل اونجا مونده، هم یگان کس شکایت هم نکرد بود، هم کوشش میکردن که با ما یاری رسونن و در آخر ببینید در تاریخ موندن. بعض وقت میبینم که آدم رو در راه مونده، اگر من در اونجا مکتب خون بودم یا که من در دهات گذشته بودم در کادر شما. بینندگان گرامی، برنامه نقش بود منظور شما و ما توانستیم که نقش نیسا محمد جان‌آور را از فیلم سفر هوایی برای شما باز کنیم. در حقیقت این بانوی هنر و بیبی مهربان توانسته است که در همه فیلم ها، در همه نقش ها، یعنی که میان مخلصان محبوبیت خاصه پیدا کند، کسبیت خود را پیدا کند. برای شما ما گروه ایجادی برنامه نقش سلامتی، موفقیت تمنا میکنیم و بگذار همیشه عزیز دلها باشید. تشکر. کاری شما هم برار گیرد. همیشه خیلی شاد و خرم باشید. بینندگان گرامی، به شما برکت روزگار خواهانیم. خیر تا نزدیکترین دیدار.